کی این راز شرکتی رو پیدا کرده؟ ها؟ کی این پاکت رو بهتون داده؟ براک. عزمیه خانم، براک خانم بفرستین اتاق من. براک خانم با کدوم مشتری جلسه دارن؟ یعنی چی نمیدونین؟ نه خیر، تماس نگیرین. اینطور که معلومه براک خان میخواد همینجوری سرخود به کارش ادامه بده. گذاشته رفته، بعداً با اون حرف میزنم. اما فعلا برسیم به شما. اما آخه اینجور که معلومه شما به تواناییتون شک دارین. نمیتونین تو شرکت نارنجک بندازین بعد فرار کنین. تا وقتی اشتباهاتتون رو جبران نکنین اینجا میمونین. هر کی بخواد از شرکت بره، نه داخل کشور و نه خارج از کشور نمیتونه کار پیدا کنه. فهمیدین چی گفتم؟ خوبه. میتونیم بریم. ببینم چی کار میکنی براک خان. خدافظ بچه ها لااقل هنوز هممون کار داریم. به خدا انگار منو کتک زده. وای شب تو خونم باید تحملش کنم. اوف من اصلا نمیخوام برم خونه. خیلی خوب هست، بیاین بریم خرید حالمون بهتر شه. پاشو مروه بیا. چیزه من یکم کار دارم، شماها بریم. چه کاری داری آخه؟ تو هم بیا. یه چند تا چیزو باید مرتب کنم، میخوام فردا یه شروع تازه داشته باشم. باشه خود دانی. خیلی خوب باشه، اگه نظر عوض شد زنگ بزن. باشه. عزمیه. بله. امروز قرار بود یه برگه برام بیارم. نه عزیزم هیچی نیومده. خیلی مهم بود. برای خونه دیریم خانم یه سری وسایل سفارش داده بودم. باشه فردا تماس میگیریم میگیم که به نیومده. طرف زنگ زدم گفت فرستادم. بگذاریم، نمیتونیم منتظر بمونیم. عزمیه اگه قبل از رفتنت اومد میشه برامون با پیک بفرستی؟ حداقل شب روش کار میکنی. دقیقاً. نمیشه من خودم بیارم؟ اینطوری اون کافه مشهورت هم میبینم ها؟ تو اون کافه رو ندیدی؟ تو حالا که منو دعوت نکردی. آیدا یه چیزی بگم؟ پسرای خوشتیپم میان اونجا. راستش به شانست بستگی داره، بیا خودت ببین. برگار تحویل اوضاعی بده. باشه پس من برم سر آرایشم عوض کنم. به نظرت یادش نمیره برگار رو بیاره؟ امیدوارم که یادش نره. خب چجوری بریم تو؟ تازه کلی آبروریزی به بار آوردیم. مطمئنم هیچ کدوم از اعضای آرتمی ما راه نمیدن. در ضمن به چه بهونه‌ای بریم تو؟ اوف. نمیشه بگیم اومدیم یکی از دوستامونو ببینیم. خندیدین. میتونیم بگیم اومدیم یکی از دوستامونو ببینیم. تو شرکت یه دوست داریم. کی هست؟ تایلان. بعد از اون کارهایی که توی پارتی کرد حالا باید کمکمون بکنه. مگه تو پارتی چه اتفاقی افتاده؟ لروکس چی شده؟ داشتیم باهاش خوش میگذروندیم، میرقصیدیم، میخندیدیم. تو خونه داشتم بهش نزدیک میشدم، شروع کرد که به من دست نزن. ما هم که کلا کار خاصی نکردیم. اینجاشو میسپارم به تو، بقیه‌اش با ما. به خشکی شانس طرفو سپردم به اوستا. ایشالله داغونش نکرده باشه، شو کارش داریم. داداش این تایلند کیه؟ با لروکس چی کار کرده؟ زود باش جواب بده دیگه. نه جواب نمیده اصلا. اوست محرم کجایی؟ با تایلندی؟ چی؟ کدوم بیمارستان؟ بیمارستان؟ زود باش. ای وای. آقا سفارش ما هنوز آماده نشده؟ آقا ببخشید امروز رئیسمون اینجا نیست. سفارشتون چی بود؟ نمیخواد. خیلی ببخشید. قهوه ایمان نیاوردی. الو آیدا این
غذای تو اینجا نیست عزیزم. چی؟ یعنی چی نیست؟ نیست دیگه. گارسون داره سعی میکنه سفارش‌ها رو برسونه. خب اما کارش سخته، همه خوشتیپا دارن فرار میکنن. ازمیه جون الان اوضاعی میاد، تو همونجا بمون، خب بعدن میبینمت. باشه عزیزم، میبوسمت. آی 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 کمرم شکست. فیروزه تو هم گیر دادی بریم کافی هپی پای. انگار شیرینی رو از اونجا که بچه ها برامون خریدن میخریدیم. جوونا این چیزا رو میدونن کجا خوبه کجا بده. ببین چقدر جای قشنگیه. تو هم خیلی دوست داری با جوونا یه جا بشینی ها. خوش اومدین، بفرمایید اینجا بشین. نه نمیخوایم بشینیم. یه شیرینی خیلی خاص میخوام طعمش، ظاهرش، بوش، طعم عشق بده. یه چیزی مثل عشق. متوجه نشدم. یعنی جوری باشه که وقتی یه دختر و پسر این شیرینی رو میخورن همه جا سرشار از عشق باشه، همه جا قلب 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 بزنه. ببینم یه همچین چیزی دارین؟ آره راستش فقط ما از اینا داریم. پسر جون برو کنار عزیز دلم. این خانم‌ها دارن از عشق حرف میزنن. کجای اینا نمیفهمی؟ آره واقعا. شما یکم در مورد این دو نفر برام تعریف کنین تا من شیرینی مناسب براتون پیدا کنم. میبینی لیلا دقیقا جایی درستی اومدیم. وای من عاشق اینجا شدم. ممنون. های لروکس چقدر کار خوبی کردیم اومدیم اینجا، حالمون عوض شد. آره حالمونو خوب میکنه. های هوام خیلی خوبه. آره اگه چش نخوره. به نظرت چرا مروه نیومد؟ حتما نمیخواست رئیس دوباره سرمون قور بزنه. وای آیدا تازه یادم رفته بود. چرا یادم انداختی؟ ولش کن، فراموش کن. ببین هوا چقدر قشنگه، بیخیال. الان میخوام یه چیزی نشونت بدم. کجاست؟ این پیرهن خیلی به دلم نشست. ببین. وای این رنگ خودته. خب اوضاع از این قراره. 2 جوون داری، اینا قراره که دیوونه وار عاشق همدیگه بشن، اما هنوز خبر ندارم. یعنی متاسفانه یکم دخترمون بد سلیقه است. نه بابا، سبک لباس پوشیدنش اسپورته. واقعا که دختر خودش طراحی خونده. آره خب یکم سر به هواست، اما رمانتیک و جذابه. یکم هم شروره. ای بابا دختره رو بیخیال بشین. یکم از پسره برام بگین. از پسره. خب وای پسره که خیلی خوشتیپه. حواسش به تغذیه‌اش هم هست. خب در ظاهر یکم جدی و سرد مزاجه. اما مؤدب و مهربونه. خب به نظرت شیرینی هست که این 2 جوونو به هم دیگه برسونه؟ وای دقیقاً خودشه. هم رمانتیکه هم ازش خوشش میاد. ساده است اما زیبا. میدونی جفتشونم نمیتونن به این اعتراض کنن. این خیلی آسون بوده. چرا به فکر خودمون نرسید ها؟ دخترها از عشق و علاقه فقط از من بپرسین. آدمایی که قهر کردن و آشتی دادم، اونایی که از هم جدا شدن و به هم رسوندن، اما خیاط نمیتونه لباس پاره خودشو بدوزه. فقط من تنها اینجا موندم و پوسیدم. مگه میشه؟ شما که هنوز جوونی، با این هیکل، با این هوش، با این اشوه و ناز. ببینم شما هم هنوز تنهایی. آره وای بگین، بازم بگین، خیلی خوبه. وای میبینی تو زود باش فیروزه، زود باش. ما اینو بخریم بریم خانم محترم. دیرمون شد فیروزه، زود باش. باشه عشق منتظر نذاریم. خداحافظ عزیز دلم. زود باش. این که یه مرد جوون دستشو به سمت یه زن جوون دراز کنه نشون میده که خیلی ندید بدیده. اگه یه زن دستشو دراز نمیکنه باید باهاش با یه سلام کوچیک یا با حرکت سر و خنده خداحافظی کرد. وقتی مرد با یه زن حرف میزنه نباید دست و پاشو حرکت بده و الکی به زن دست نزنه. فهمیدی پسر جون؟
نه فکر کنم نفهمیدی. اما نگران نباش، وقتمون زیاده. تا وقتی که تو از اینجا مرخص بشی همه‌شو حفظ میکنی. تایلان یکی حال و روز اینو ببین. واه واه واه. داداش خیلی درد داری؟ آخ خیلی خوب باشه، دست نمیزنم. اوستا این چرا اینجوریه؟ از نردبون افتاده. اوستا قبل از اینکه کتک بخوره از نردبون افتاد یا بعد از اینکه کتک خورد از نردبون افتاد؟ اونجا شکم پیچیده است. اوستا همه جای طرفو شکستی ها. خب براک جون، برای تغییر قالب باید قالب قبلی رو اوستا تو شیر مردی، بده اون دست مبارک تو ببوسم. نه نبوس بر کناره. راستی تایلان جون، لروکس بهت سلام رسون. نازنی برا جون، دقیقاً به خاطر چی الان نیشت بازه؟ چیزی واسه خوشحالی است؟ اگه تایلان نباشه ما چجوری وارد اتاق بشیم ها؟ با این اینه تایلان. میگم که تو خیلی زود خوب میشی، اصلا جای نگرانی نیستش. ببین قلبت کار میکنه. مهم همینه. آره خوب میشی. اوستا دمت گرم، دستت درد نکنه. بچه‌ها بریم. راستش آینده خودم رو دیدم. بگذاریم خدا از این بدترش رو سرت نیاره. ای وای ببخشید. فعلا اوستا. خب کجا مونده بودیم؟ پیشرفت شخصیت. آماده ای؟ باورم نمیشه. هی بهش گفتیم داداش حالا جوابمونم نمیده. وای خیلی شیکه. این برای کیه؟ مال بابامه. به همش نریز عزمیه. باشه بابا، چرا عصبانی میشی؟ مطمئنم یه کاسه زیر نیم کاسه است. منو بدبخت کردی داداش. ای بابا مگه چی میخواد بشه؟ پیام داده گفته خسته شدم، میخوام یکم استراحت کنم. در ضمن حداقل اینو میدونیم که تصادف نکردی. آی من نمیتونم هم برم سر کار همینجا رو اداره کنم. ببین تو این موضوع حق داری، یعنی اداره میکنی اما نمیتونی با گارسونا سر کنی. بلد نیست چطوری از مشتری پذیرایی کنه. چطور بگم، برای اینجا یه کسی لازمه که آدما رو بیشتر درک کنه. عزمیه کاش از تو 2 تا بود. واقعا این کار مناسب خودت. خب من پیشنهادتو قبول میکنم. میگم آیدا میشه شبا وقتی از سر کار بیام اینجا برای روزامم یکی دیگر رو پیدا کنی. البته خب میدونم که نمیتونه مثل من اونجا رو بگردونه، اما خب دیگه. تو چرا خودتو ناراحت میکنی؟ در ضمن من باید چی بگم؟ اونی که باید ناراحت بشه منم. تو چت شده عزیزم؟ اونم درسته، حق داری. لروکس ببین بحث نکن، عصبانی نشو، خودتو کنترل کن. خب حداقل امروزو. چه خبر؟ من که نمیفهمم. وای لروکس، نکنه یکی تو زندگیت هست؟ نه عزیزم، کسی تو زندگیم نیست، اما یکی هست که زندگیمو قصد کرده، اما اون کار بین آسونیا نیست. آروم باش لروکس، آروم باش. باشه آرومم. من میرم. مراقب خودتون باشین. دخترها خیلی دوستتون دارم. من که هیچی نفهمیدم. دوبله شده در امروز یکم کوتاه میام. نباید بیشتر از این خودمو ناراحت کنم، اما فقط امروز. خب لروکس یه نفس عمیق بکش. اینا چرا اینجا؟ دمیر چی شده؟ چی کار میکنی؟ اتاقی که اون بالا انباریش کردی اتاق کار میکنه. اما خب اما چی؟ چیزه یعنی خب همه چی آوردی پایین. بدون اینکه حرفو بپیچونی میشه روک بگی. میبینی که کلی کار دارم. اول رفتی اتاق
اتاق منو گرفتی. الان واسه خودت اتاقی کار درست کردی. به نظرت این کار زیاده روی نیست؟ ها بگو. اینا رو بعداً میذارم تو انبار. آروم باش لروکس، آروم باش. نیازی نیست عصبانی بشی. روانی. بفرمایید. کیفمو تو اتاق جا گذاشتم. خدای خودت بهم صبر بده. از قهوه‌ای تو درست کردم. نمیدونم مثل مال تو شده یا نه. ازت ممنونم. اینم برای توه. چرا؟ سکیز بلوزتو خورده بود. البته نتونستم عینش رو پیدا کنم. اگه بخوای عوضش کنی کارتش توش هست. نیازی نبود، بی خود هزینه کردی. خوشگله، خیلی ممنونم. من میخواستم این اتاقو کاغذ دیواری کنم. اتاق کار و کاغذ دیواری ها؟ فکر نمی کنم. 3 تا دیوار تیره، سومیشم روشن میشه. اونجوری تاریک میشه. برعکس، نور رو به سمت جایی که قراره کار کنم هدایت. اونجوری خفه میکنه. حداقل با رنگای گرم رنگشون کن. رنگا سرد میشن. عمرن اگه بذارم. نمیخوام این اتاقو با رنگای مسخره رنگش کنی، فهمیدی؟ به نظرم برای جایی که 2 روز دیگه قراره ازش بری نظر ندی بهتر. من هیچ جایی نمیرم. امروز استفاده دیلروکس. شانس بردی که قبول نکردم. اوه وایسا ببینم. قبول باشه رئیسی، اما اینجا فقط میری. مسائل کاری تو شرکت میمونه، تو خونه نمیاریش. این یک. استفامم تو قبول نکردی، جوگیرم نشو که بهم لطف کردی. خب این 2. در ضمن اگه این اتاقو با رنگای مزخرف رنگ کنی، شب بیدار میشم روش کاغذ دیواری میزنم. اینم 3. البته که بایدم فرار کنی. دارم میرم غذا درست کنم. منم میخوام غذا درست کنم، اونجا رو به هم نریز. منتظر نوبتت باش. پس این پاکت کجاست؟ مجبوری همه چی رو میلیمتری خورد کنی؟ 2 ساعت تخته رو اشغال کردی، میخوام بادمجون خورد کنم. اگه نمیخوای هودو روشن کنی حداقل در باز کن. همه جا بوی روغن گرفت. ببخشید اجازه میدین؟ اگه کارم تموم بشه چرا که نه؟ تخته رو واسه خودت برداشتی، اینجا هم قسمت منه. همچین چیزی نداره. پس باید باشه. نمیشه چون قرار نیست تو این خونه با هم زندگی. آره من تنهایی زندگی میکنم، مثل اون روزای خوبم تا قبل از اومدن تو. سیب زمینیت داره میسوزه لروکس.
میخواستم اونجا رو اتاق سرگرمی کنم. امروز آستر اون اتاق تموم میکنم، فردا هم رنگ اصلی رو بهش میزنم. فقط 2 تا مبل توش میذاریم، یه میز شیشه سفید و یه صندلی. از اونجایی که روشنایی رو حساب نمی کنی پس انگار قراره بالا سرت باشه. چون یه تیکه از میزه، برای همین حسابش نمیکنم. باشه، واسه خودت خیال پردازی کن، اما بعدا ناراحت نشی یا باشه. من اون اتاقو کاغذ دیواریش میکنم، البته به دیوارش هم رنگ روشن میزنم و کلی چیز آویزون میکنم. قسمت بالاشم باکس میذارم برای وسایلم، بعدش هم جلوی پنجره یه میز میذارم. همه اون سیرا رو که نمیخوای استفاده کنی مگه نه؟ نمیخوام از بوی سیر مسموم بشم. راستش میتونم یکی از دیواره کناری رو بردارم و دیوار شیشه‌ای بزنم تا تابش نور خورشید خیلی خوب میشه. وای چقدر نوستالژیک هستی، شبیه دهه 90 فقط نمونه های دهه 90 رو دیدی مگه نه؟ تفلکی. میخوای یه نگاه به کارای هیروشی ناکامورا هم بنداز. جعفری من کجا؟ جلوته. آها اینا رو میگی؟ وای تموم شد. بگیر. فکر کنم هنوز نپخته. زود از فر در وردیش، خوب سرخ نشده. حداقل ارزش غذایی داره. از این چیزایی که تو میخوری تو روغن قلط میخوره خیلی بهتره. ببین از غذای من ایراد نگیر، دستم چاقوه ها. تو عادت کردی با چاقو حرفتو به کرسی بنشونی، اما من شبیه لیلا و فیروز خانم نیستم. شش. الان میشنون. داد نزن، زمین موش داره، موشم گوش داره. الان میانا. شب بخیر. آفرین چقدر خوب دارین کیف میکنین جلوی خونه. آفرین. نه بشینید، غذاتون سرد میشه، ما فوراً میریم. 2 کلمه حرف میزنیم و زود میریم خونه. اون روز فیروز قش کرد، گفتیم خیلی بد شد، شرمنده‌تون شدیم به خدا، گفتیم بیایم شما رو ببینیم عذرخواهی کنیم. آره البته بفرمایید. نتونستیم در مورد موضوع خونه حرف بزنیم، حالا که شما اومدین میتونیم به یه نتیجه برسیم. درسته؟ البته یه نتیجه هم میگیریم مگه نه؟ پس من برم بشقاب بیارم. نه لازم نیست شما غذاتون رو بخورین، سرد میشه. نوش جونتون باشه. لروکس جون تو اینو درست کردی؟ بله. اوه آفرین، تندی و نمک و شیرینیش به اندازه است. خیلی هم دستپخت خوبی داری. آفرین دمیر جون، به خدا خیلی خوششانسی. اما بشقاب دمیر جون رو نگاه کن، سلامتی داره بیداد میکنه. البته خب ببین عضلاتت هم درسته. اما دمیر جون لازمه یکم پروتئین هم بخوری، یعنی ماهی و این چیزا، اما باید گوشت قرمزم حتما استفاده کنی، یعنی تخم مرغ، شیر، از این جور چیزا برای یه همچین هیکلی، یه همچین آدمی. حالا که اومدین در مورد موضوع خونه حرف بزنین، پس حتما یه راه حلی دارین دیگه نه؟ گفتم نخورم، اما این سرخ کردنی ها خیلی بوی خوبی داره. میشه یه بشقاب برام بیاری لروکس جون؟ البته. فیروزه خانم شما چطور؟ خب باشه منم میخورم، اینجوری شما هم معذب نمیشین. چی میگن؟ یکی میخوره یکی نگاه میکنه، اینجوری نباشه. خب در مورد موضوع خونم بعداً مفصل حرف میزنیم. البته ببخشید.
عشقم باورم نمیشه. مردمو گول زدی که گیاهخواری. یه مدت واقعا تصمیم گرفته بودم گیاهخوار چی بشم. داری میگی؟ شوخی میکنی؟ چرا من نفهمیدم؟ کی اتفاق افتاد؟ فقط یه مدت کوتاه بود. خب بعدش چی شد؟ شروع نیمی از پیروزی نبوده. اونم مثل بقیه این کارا نصفمون دیگه. بایسته ببینم چرا من نمیتونم آدم مصممی باشم؟ چرا فوراً پا پس میکشم؟ برو، من به اندازه ضعیفم که حتی تصمیم خودمو نمیتونم درست انجام بدم. چرا؟ مرد جون اصلا وارد اون قسمت ها نشو. چقدر خوب دارین کوفتمونو میخوری؟ یعنی دروغه؟ من حتی نمیتونم پای قولی که به خودم دادم وایسم. گفتم قراره مخفیانه در شأن من نیست، اما اینجا داریم کوفته میخوریم. عشقم خواهش میکنم اینطوری نکن. تو خیلی خوبی. خوبیم، ما کنار هم خوبیم. اینا اشتباه بود. چه میدونم، یه ضعف لحظه‌ای بود. من نمیتونم به این زودی تسلیم بشم آقا. باشه عشقم، باشه. من یه فکری دارم. آروم آروم پیش بریم. ها؟ ما عشق هم نیستیم. حتی عشقای سابقه هم نیستیم. حله؟ تازه با هم آشنا شدیم. داریم با هم حرف میزنیم. اون هیجانا، لحظات اولیه، چه میدونم. هنوز تصمیم نگرفتی دوست من بشی. شاید این تصمیم رو به مرور زمان بگیری، نمیدونم. اما خواهش میکنم یه شانس دیگه به من بده عشقم. ببینیم چی میشه. وای دست درد نکنه دمیر جون. از وقتی اینجا نشستیم پشه ها منو خوردن. بوی اینم خیلی خوبه ها. یعنی وقتی شما بیرون میشینین از اینا روشن میکنین، درسته؟ پشه ها رو فراری میده، از شرشون خلاص میشین و راحت میشین. راستش این عود بو داره، اما ما نمیخوایم با هم تو این خونه زندگی کنیم. حالا که شما اینجایین بهتره در مورد موضوع خونه حرف بزنیم. ای شیرینی که گرفته بودیم پس کجاست فیروزه؟ چرا نمیدی؟ آره البته ما برای شما از جایی که دوست دارین خرید کردیم. خیلی خوشمزه است. هپی پای از مغازه آیدا خریدی؟ وای اینا خیلی خوشمزه. خیلی خوشمزه. دمیر جون تو چرا نمیخوری؟ نکنه دوست نداری؟ آره نه دوست دارم، فقط سیره. ای بابا، برای اینکه تو مراقب غذا خوردنت هستی کم کالریشو انتخاب کردیم. به خود ناراحت شدم. دمیر یه دونه بردار دیگه. بیچاره‌ها کلی زحمت کشیدن. خوشمزه است، ممنونم. تازه برای شما هدیه هم خریدی. بگیر عزیزم. بله، چون شما انقدر خوبین اینا رو به عنوان هدیه تشکر ازمون قبول کنید. چه نیازی بود خانم؟ بالاخره خونه‌ای که پولش رو دادیم و خریدیم، مگه نه؟ اگه اینم بتونیم بفهمیم که خونه کیه عالی میشه. وای پاکتاشون خیلی بانمکن. ممنونیم. خب در مورد خونه میگفتم. آره من و لروکس نمیتونیم با هم توی خونه باشیم. بله نمیتونیم بمونیم، یعنی واقعا نمیتونیم، یعنی هر چه زودتر. وای لروکس جون ببین اینو دیدم دقیقاً یادت افتاده. ببینم خوشت میاد. آره خدا کنه. آخه چه نیازی بود، ازتون ممنونم. وای خیلی ممنون، زحمت کشیدی. رنگش خیلی بهت میاد. خانما میگم ممکنه این موضوع هدیه دادن رو تمومش کنیم؟ چون که بازم داره مثل دفعه پیش میشه. نمیتونیم درباره خونه حرف بزنیم. حرف میزنیم دمیر جون. البته اصلا برای همین اومدیم. حرف میزنیم.
اما اول لروکس این لباس رو بپوشه بعدش حرف بزنیم باشه. عالی میشه. الان من بعداً میپوشم براتون عکس میگیرم میفرستم. یعنی الان حق با دمیره درباره خونه حرف بزنیم. اما وقتی اینجا میتونیم به صورت زنده ببینیم اون وقت چرا به عکست نگاه کنیم عزیزم؟ زود باش دلمو نشکن خواهش میکنم. باش. به نظرم سایزش بهش میخوره. تو چی میگی؟ بذار بپوشه ببینیم. راستش چون شونه هاش یکم پهنه من یکم نگران اونم. لروکس این لباسو بپوش تا ببینن، وگرنه تا صبح نمیتونیم درباره خونه حرف بزنیم. باشه پس من یه لحظه برم تو لباسم و بپوشم. بازم ازتون ممنونم. این چه حرفیه؟ دمیر جون میشه یه چایی دیگه برام بیاری؟ لطفاً توش یکم لیمو هم بریز. ازت ممنونم، خیلی ممنون. البته. الو، اونجا منتظری هنوز؟ 5 دقیقه دیگه برقا رو بزن و قطع کن باشه؟ کاش میگفتی 10 دقیقه دیگه. چرا؟ اگه دختر یکمون تو معطل بشه تو تاریکی از پله ها میفته پایین، به خدا میفته. بابا اون برای اینکه در مورد خونه حرف بزنیم لباسو تو 10 ثانیه میپوشه و میدوه میاد همینجا پیشمون. بفرمایید چایتون. وای خیلی ممنونم. آی لروس جون چقدر خوشگل شدی. وای عالی شدی لروکس جون. دمیر جون تو هم داری میبینی چقدر قشنگ شده. خب تو هم یه چیزی بهش بگو دیگه. بهت میاد تو خوشی ها استفاده کنی. وای دخترمون هرچی بپوشه بهش میاد، اما این لباس معرکه است. واقعا ممنونم، خیلی قشنگه، دوستش در دارم. از خودت خوشگلی عزیزم. گردنت عین قو میمونه، کمرت هم که باریک، دستات ظریف، قدت بلند، اندامت مثل قوه عزیزم. وای خیلی خوشگلی. یه دور برا من بزن لطفاً ببینمت. وای آخه یه بار دیگه بچرخ، یه بار دیگه. دوبله شده در استودیو جری. نه با سرعت اینجوری. آره وای اینجوری با سرعت همینجوری هی دور بزن. وای آره داری چی کار میکنی؟ آفرین. دیگه مقابلت یه آدم خطرناک و عصیانگره، میفهمی؟ ببین حواست باشه. از الان گفته باشم خطرناک. مروه یا شاید برای اینکه تو این بسته چیزای خوبی وجود نداره. اصلا به اینجاش فکر کردی؟ نه بابا چی میگی دمیر؟ یعنی منظورت براکه؟ برای اینکه خوب بشه اینجا. دختر خوششانسیه. یعنی منم اینو میخواستم. نمیدونم براک چه معنی برای تو داره، اما برای اینکه این وضعیت عوض نشه نتونستی اون بسته رو باز کنی و توشو نگاه کنی. اینا دست تو چی کار میکنه؟ برای توضیح دادن صدات نکردم، برای توضیح خواستن صدات کردم. یلدیرین بهت داد؟ اونا حتی نمیدونستن که شما داشتین بزرگترین مشتری شرکت رو از دست میدادی.